هنرستان وحدته و این بچه‌های رشته مدیریت خدماتی و آشپزی هستن. امروز امتحان دسر بین‌الملل بچه‌ها دارن که از دختر گلم میخوام که در رابطه با کارهایی که امروز مال امتحانش بوده توضیحاتی بده که شما آشنا بشید بیشتر با این رشته و خیلی ممنونم که ما را حمایت می‌کنید. از دسر اول شروع کنم. دسر پولنگی که یک دسر قالبیه با استفاده از ژلاتین گرفته میشه. دسر دوممون کیک پنیر هستش که یک نوع کیکی که واسه عصیان استفاده میشه. توش از پنیر خامه‌ای استفاده میشه. اینجا پان اسپانیولی داریم که یه دسر لایه‌ایه واسه کشور اسپانیا هستش. اینجا من خلاقیت هم نوشیدنی لیموناد برزیلیو دارم که یه لیموناد خنکه واسه تابستونه و برای کشور برزیل هستش. اینم تامال شیرین هستش. یک نوع دسر مکزیکیه و اینم دسر قهوه است که برای کشور فرانسه است. دخترم در رابطه با این نوشیدنی توضیح که موادش چیه؟ دسر این نوشیدنی رو اول باید لیموهامون رو با سلام فالوورای عزیزم، امروز ما امتحان دسر بین‌الملل های 12 داریم. دانش آموزان توی رشته مدیریت خدماتی و آشپزی هتل تحصیل میکنن و آزمون خرداد ماهشون هست و از دختر گلم مایده میخوام که یه توضیحاتی در رابطه با کاری که امروز کرده برای ما داشته باشیم. من کیک پنیر درست کردم که داخلش مثل کیک اسفنجیه ولی داخلش پنیر خامه‌ای استفاده میشه که من از پنیر بیلی استفاده کردم. دیگر چه پنیری می‌خورن؟ از پنیر نبنه میشه استفاده از انواع پنیر خامه‌ای میشه استفاده کرد. دسر پولنگی درست کردم که یه دسر فرانسوی یه نوع بستنیه که من ژلاتین زدم که بتونم برگردونم از قالب بیرون. پان اسپانیایی درست کردم که یه دسر اسپانیاییه که یه دسر لایه لایه است که ما براش کرم درست کردیم و لایه های دیگه از موز و گردو بیسکویت استفاده شده که من بیسکویت پتیور استفاده کردم. دسر شکلاتی درست کردم که مواد اصلی شیر کاکائوه و شکلات هم داخلش میتونیم بزنیم و پودر کاکائو و پودر قهوه و ژلاتین. و ژلاتین. خیلی ممنون، متشکرم.